اومدیم بهتون یاد بدیم که حاجی کانتریبال خودتون رو بسازید. و اول باید برید داخل مارکت. خب داخل مارکت دیگه بنویسید طراحی. این برنامه براتون نصب میکنید، حالا واردش میشید. خب و الان شما برای مثال هیچی اینجا ندارید. خب و بعد روی این گزینه بزنید و اینجا 3/4 رو باید انتخاب کنید و شما ها باید دایره کانتری بالتون رو باید بسازید. باید دایره باید داشته باشه. شاید بخوام مثلا بیان از دایره‌ای که دارن استفاده کنن. خب برای این کار باید بیان تیک اینجا رو باید بزنن و باید بیان خب اینو باید بیان بزنن و بعد صادر کردن به عنوان تصویر رو بزنن و میاد تو تصویرمون. و الان مثلا من اینو پاک میکنم دیگه ندارم. خب بعد دلم میخواد دوباره بیارم، میام تو این عکس‌ها دفعه زدن عکس رو میزنم و اینجا برام میاره. و حالا من یه دونه آماده چون از قبل دارم الان استفاده میکنم و من دایره‌ای که دارم میخواد استفاده میکنم. شما بیاید این دایره رو بذارید بالا و باید اون صفحه بسازید و داخل اون مثلا رنگ کانتریبالتون رو انتخاب میکنید و بعد بالا باشه که از خط سیاه رنگتون نزنه بیرون. مثلا من اومدم پرچم ایران رو کشیدم. خب بعد که حاجی ما اینو کشیدیم باید بیایم صفحه بعدی و باید بیایم یه دونه اینجوری و کل اینجا رو باید سیاه کنیم. سیاه کردید میاید اینجا و این رو اینجوری میکنید که حاجی سایه دور کانتریبالتون باشه و میاد اضافه کردن رو میزنید و اینجا باید این صفحه رو باید بیاید بالا و یه دونه اینجوری چشم بکشید و باید بیاید این رو انتخاب کنید، بعد بزنید داخلش رو سفید کنید دیگه. باید کل داخلش رو باید سفید کنید. خب الان من چشاشو کشیدم. خب اگه خواستید چشاشو تنظیم کنید میتونید بیاید اینجا این پایین رو بزنید و چشاشو مثلا تنظیم کنید. بعد حالا شما باید بیاید برید داخل اینجا، چشاشو کشیدید باید بیاید داخل اینجا و سیاه رو انتخاب کنید و حالا باید زوم کنید و اینجا باید یه سایه های کوچیکی دور چشماش باید بکشید. و حالا من یکم ای بابا اندازش نباید زیاد کنید، باید بیاید یه دونه اینجوری سایه‌شو باید بیان درست کنید و این هم از چشماش و آره دیگه. و اینم آموزش ساخت کانتریبال بود و اگرم خواستین یه چیزی دستش بدین حالا هرچی خواستین میتونین دستش هم بذارین. و حالا ما اینو میاریم پایین و الان کانتریبال ما ساخته شد. خداحافظ.